خب government خی دولت را میگه. kill به معنای کشتن. kill کشتن. wings میتونین شما یادداشت کنین لغاتش یا میتونین عکس هم بگیرین، اشکال نداره. wings به معنای بال. wings به معنای بال. strange عجیب و غریب. strange. smell به معنای استشمام کردن، بوی کردن. اگر نوشته میگین باز برای ما خبر بدین که ما احساس تو بودیم. smell. size یعنی اندازه. اندازه. fly به معنای پرواز کردن. fly به معنای پرواز کردن. hurts به معنای ضرر رساندن، آسیب رساندن. hurts ضرر رساندن، آسیب رساندن. hurts. during یا during در جریانی. در جریانی. beak منقار یا نول. منقار یا نول. feathers نه اینکه feathers پر و بال. feathers بال. only فقط. tell به معنای دم. به معنای چی بچه؟ دم. اوکی لغاتاش بخونه یک بار محمد، خودت انگلیسیشه. government دولت. kill از بین بردن یا کشتن. wings strange عجیب و غریب. smell بو. size اندازه. fly پرواز. horse ضرر رساندن. during امیر متوجه نشد. در جریان. آفرین. بیگ منقار. فایر پروبال. only فقط. تایل دم. آفرین. خب ای بیک هست، بیک نیست. خب بیک نول. ای فیدر نیست، feathers. و ای هم تل به معنای دم. امید بخون لغاتا را بدون ترجمه تست. لغاتش government kill wings strange smell size fly hurts during big feathers only tell. بسیار خوب. حالا این معنایش فهمیدین، میریم نظر به این لغاتا متن را ترجمه میکنیم ببینیم چی گفت. این متنی بود که شما صدایش شنیدین. The kiwi اینی پرنده را میگن. kiwi میگه the kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have feathers like other birds. Its feathers look like hair. Each foot has 4 toes. Its beak is very long. A kiwi likes to have a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things very well. It smells things better than most birds do. The kiwi's eggs are very big. There are only a few kiwis in New Zealand now. People do not often see them. The government says that people cannot kill kiwis. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called kiwis. بریم ترجمهش کنیم. میگه the kiwi lives. امی kiwi lives زندگی میکند. only فقط
in New Zealand در کشور نیوزلند. It is a very strange bird. این مگه است یک پرنده بسیار strange، عجیب و غریب. Because به خاطری که it cannot fly، نمیتونه پرواز بکنه. چه رقم پرنده که پرواز نمیتونه؟ The kiwi is مگه ای کیوی است the same size، عین اندازه چوچه مرغ. The same size as a chicken، مثل یک مگه ای کیوی اندازش مثل چی است؟ سایزش مثل یک چوچه مرغ است. It has، این دارد. نو که میشه منفی میکنن جمله را، ندارد میشه. It has no wings or tail، میگه نه دم داره، دم، tail، wings، بال، نه بال داره نه دم داره. It does not have، ندارد. چی ندارد؟ feathers، پر و بال ندارد. Like other birds، مثل دیگر پرنده ها. Like other birds، مثل دیگر پرنده ها. Its feathers، میگه پرهاش look like، مثل چی هسته؟ hair، مثل مویش است. توجه؟ پرش میگه مثل چی هسته؟ مثل مویش است. look like hair. Each foot، هر پایش میگه. each به معنی هر. foot پای. each foot، هر پایش has، دارد. چی دارد؟ 4 toes، 4 دانه پنجه. toes، پنجه. Its beak is very long، نولش بسیار چی است؟ long است، دراز است. A kiwi likes، یک کیوی خوش دارد to have، که داشته باشد a lot of trees، درختای زیادی را around it، در چهار اطرافش. around it، در چهار اطراف خودش. It sleeps، ای میخوابد. sleeps، میخوابد. during، در جریان the day، روز. during the day، در جریان روز. because، به خاطری که the sunlight hurts، sunlight روشنی آفتاب، نوری آفتاب. the sunlight، نوری آفتاب hurts، آسیب میرساند. hurts، آسیب میرساند. its eyes، چشمایش را. its از این حیوان، نه، its eyes، چشمایش را. it can، این میتواند smell، بوی کند، استشمام کند things، اشیا را very well، بسیار بخوبی. it smells، این میتونه، it smells، بخشین بوی، این بوی میکند things، اشیا را better than، بهتر از most birds do، بهتر از دیگه پرنده ها که انجام میدن. the kiwi's eggs، مگه تخم های ای کیوی are، هستند. چی هستند؟ very big، بسیار چی؟ بزرگ. مگه که there are، وجود دارند only، فقط، یعنی وجود دارن فقط a few kiwis، اندکی کیوی. کلش ترجمه کنیم میشه مگه فقط اندکی کیوی وجود دارد. در کجا؟ in New Zealand، در نیوزلند. چی وقت؟ حالا، now یعنی امروزه. یعنی کلش ترجمه کنیم مگه there are only a few kiwis in New Zealand now، امروزه مگه فقط تعداد کمی از این کیوی ها در کشور نیوزلند وجود دارد. there are، موجود است. people، مردم مگه do not often، اغلباً see، do not see them، اغلباً اونا را نمیبینن. people do not often see them، مردم اغلباً اونا را نمیبینن. the government says، دولت میگه. says یعنی میگه. that که دولت میگه که the government says that، دولت میگه که people cannot، مردم نمیتواند. people cannot، مردم نمیتواند kill، که بکشد kiwis، کیوی را. نیوزلندرز، اینجا نیوزلند بود، حالا نیوزلندرز، کسایی که در نیوزلند زندگی میکنن. نیوزلندرز یعنی نیوزلندی ها یا نیوزلندی ها چی کار میکنن؟ want، میخواهند دیار کیویز، که کیوی خودشان، همون پرنده کیویشان to live، زندگی بکنن. یعنی ساکنین کشور نیوزلند میخواه که همین پرنده چی کار کنه؟ یا کیوی زندگی بکنن. There is به معنای وجود دارد. There is است یا موجود است. A picture of a kiwi، یک تصویری کیوی. On New Zealand money، در پول کشور نیوزلند. یعنی در پول کشور نیوزلند یک تصویر کیوی هست، میگه وجود دارد. People from New Zealand، مردم از کشور نیوزلند are sometimes، بعضی اوقات are called، نامیده میشود کیویز، کیوی. متوجه هستین؟ البته من اینا را کوشش کردم تحت لفظی ترجمه کنم، تیکه تیکه ترجمه بکنم تا که شما بفهمید بچه. خب این رقمی ترجمه چیز نکردم که
مفهوم بگیرم و ترجمه کنم. مفهوم بگیرم ترجمه کنم.